سلام. اگه فکر میکردی کرونا ترسناکه، بذار داستان یک شهر رو بگم که مردم اون شهر حتی اجازه فرار کردن هم نداشتن. یعنی فرار کردنشون برابر بود با این که بخوام با دستای خودشون حکم اعدام خودشون رو امضا کنن. داستان یک بیماری. تو اون بیماری حتی به خاطرش مجبور شدن شهر رو با آتش بکشن. پارت 4 تا اون شب فرماندار با صدای جیغ دخترش از خواب پرید. وقتی خودش رو به اتاق رسوند، دخترش به سختی نفس میکشید. صورتش از تب سرخ شده بود و روی گردنش همون قده‌ای دیده میشد که تا حالا صدها نفر رو کشته بود. فرماندار همونجا خشکش زد، چون فهمید تا اون دیگه پشت دروازه‌های شهر نیست. تا اون وارد خونه خودش شده. تا دیروز وقتی مردم برای کمک التماس میکردن، اون فقط دستور قرنطینه میداد. اما حالا خودش با صدای بلند داد میزد یکی بره دکتر رو بیاره. همین الان. خدمتکار بعد از مدتی با ترس گفت قربان، دکتر گفته دیگه دیر شده. فرماندار یقش رو گرفت. گفتم بیارش، اگه لازم شد روی دوشت بیارش. چند دقیقه بعد پزشک وارد قصر شد. همه راه رو براش باز کردن. دیگه کسی جرأت نداشت جلوش رو بگیره. فرماندار حتی صبر نکرد. بازوی پزشک رو گرفت و گفت خواهش میکنم دخترم رو نجات بده. هر کاری بگی انجام میدم. پزشک بدون اینکه چیزی بگه کنار تخت نشست. نبض دختر رو گرفت. بعد آروم یقه لباسش رو کنار زد. فرماندار نگاهش همونجا خشک شد. قده بزرگتر از چیزی بود که فکر میکرد. پزشک دستش رو عقب کشید. چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت تا اونه. فرماندار با عصبانیت گفت نه. دوباره نگاه کن. پزشک آروم جواب داد اگه 100 بار هم نگاه کنم جواب عوض نمیشه. اتاق ساکت شد. فقط صدای نفسهای بریده دختر شنیده میشد. فرماندار به دخترش خیره شده بود. دختری که تا چند روز پیش توی حیاط قصر میدوید و میخندید، حالا حتی توان باز کردن چشماش رو هم نداشت. فرماندار زیر لب گفت راهی هست؟ پزشک جواب داد نه. بعد پزشک نفس عمیقی کشید. راهی برای کم کردن خطر هست، اما درمانی نیست. فرماندار با امید پرسید چی کار کنم؟ پزشک مستقیم توی چشماش نگاه کرد. اول باید قبول کنی که اشتباه کردی. فرماندار اخم کرد. پزشک ادامه داد وقتی اولین بیمارها پیدا شدن باید انبارهای آلوده را می‌بستی. باید موشها را از بین می‌بردی. باید مردم را از حقیقت با خبر می‌کردی. اما تو فقط خواستی همه چیز رو پنهان کنی. فرماندار سرش رو پایین انداخت. برای اولین بار هیچ جوابی نداشت. همون لحظه صدای کوبیدن در بلند شد. یکی از نگهبانها با نفس وارد شد. قربان، مردم جلوی قصر تجمع کردند. فرماندار با عصبانیت گفت برای چی؟ غذا ندارن؟ میگن بچه‌هاشون 3 روز چیزی نخوردن؟ یا اینکه منم میدونم. فرماندار به سمت پنجره رفت. پرده را کنار زد و صدها نفر جلوی قصر ایستاده بودند. زنها، پیرمردها، بچه‌هایی که از گرسنگی گریه می‌کردند. همه فقط یه چیز می‌خواستن: غذا. جمعیت همزمان فریاد زد ما همه گرسنه هستیم. فرماندار آروم گفت بهشون غذا بدید. یکی از مشاورها جلو اومد و گفت قربان دیگه غذایی نمونده. فرماندار برگشت. یعنی چی نمونده؟ انبارهای قله یا خالی شدن یا آلودن. پزشک همون لحظه گفت اگه مردم از اون انبارها غذا بردارن
تا اون سریعتر پخش میشه. فرماندار با نگرانی پرسید پس بذارم از گرسنگی بمیرم؟ پزشک جواب نداد، چون جواب این سوال وجود نداشت. ناگهان صدای شکستن از بیرون قصر بلند شد. بعد یه فریاد، بعد چند فریاد دیگه و بعد فریادهای بلندتر. نگهبان دوم نفس زنان وارد شد. قربان، مردم دیگه صبر نکردن، دارن به سمت انبار قلعه میرن. فرماندار شمشیرش رو برداشت. خواست از اتاق بیرون بره، اما پزشک جلوش ایستاد. گفت اگه الان فقط با شمشیر جوابشون رو بدی، فردا دیگه شهری باقی نمیمونه. فرماندار چند لحظه بهش خیره شد. بعد برای اولین بار شمشیرش رو پایین آورد. اما بیرون صدای شکستن در انبار تمام شهر رو لرزوند. صدای شکستن در انبار تمام شهر رو لرزوند. چند صد نفر با هم هجوم بردن. همه فقط یه هدف داشتن: غذا. یه مرد گونه گندم رو روی دوشش انداخت. یه زن آردی رو که روی زمین ریخته بود رو با دست جمع میکرد. یه پسر بچه تکه نون خشک پیدا کرد. لبخند زد، اما همون لحظه جیغ یه پیرزن همه رو سر جاشون میخکوب کرد. موش! همه برگشتند کف انبار. سیاه شده بود. صدها موش بین گونی‌های گندم می‌دویدن. بعضی‌ها مرده بودن، بعضی‌ها هنوز جون می‌کندن. اما چیزی که دیده نمی‌شد از همه خطرناکتر هم بود: کک‌ها. یکی یکی از بدن موش‌های مرده جدا می‌شدن و روی لباس مردم می‌پریدن. و هیچ کس هیچ چیز نمی‌فهمید. پزشک خودش رو به انبار رسوند. تا چشمش به جمعیت افتاد داد زد همه برید بیرون. به گندم ها دست نزنید. مردی با عصبانیت جواب داد 3 روز چیزی نخوردیم. بذار یا از گرسنگی بمیریم یا از طاعون. جمعیت حرفش رو تایید کرد. پزشک چند لحظه ساکت موند. حق اونا بود، اما حقیقت از این هم تلختر بود. همون لحظه فرماندارم رسید. به جای اینکه دستور حمله بده، برای چند ثانیه فقط به مردم نگاه کرد. چشمش به یه دختر کوچیک افتاد، همسن دختر خودش بود. دختر یه تیکه نون کپک زده رو محکم بغل کرده. فرماندار نفسش بند اومد، انگار دختر خودش رو میدید. آروم گفت سربازها شمشیرها رو پایین بیارید. همه با تعجب به هم نگاه کردن. یکی از فرمانده ها گفت قربان، اگه الان جلوی مردم رو نگیریم کنترل شهر رو از دست میدیم. فرمانده جواب داد کنترلش چند روز از دست ما در رفته. همون لحظه یه مرد جوون از بین جمعیت بیرون اومد. صورتش رنگ نداشت. چند قدم برداشت، بعد یه دفعه شروع کرد به سرفه. همه عقب رفتن. مرد دستش رو جلوی دهنش گرفت. وقتی دستش رو پایین آورد، کف دستش خونی شده بود. چند ثانیه سکوت، بعد جمعیت با وحشت فرار کرد. گونی‌های گندم روی زمین افتاد. بچه‌ها از مادرشون جدا شدن. صدای گریه، فریاد و دویدن تمام بازار رو پر کرد. پزشک زانو زد. نبض مرد رو گرفت. دیگه نبضی نبود. مرد. همون وسط بازار مرده بود. پزشک زیر لب گفت دیگه داره سریعتر میشه. همون شب فرماندار جلسه اضطراری تشکیل داد. دور میز همه خسته بودن.
یکی گفت باید دروازه ها رو باز کنیم. یکی دیگه فریاد زد اگه بازشون کنیم بیماری به شهرهای دیگه هم میرسه. سکوت شد. بعد همه به فرماندار نگاه کردن. تصمیم، یعنی اون تصمیم آخر فقط با اون بود. فرماندار چند ثانیه فکر کرد و بعد گفت دروازه ها همچنان بسته میمونن. یکی از مشاورها با عصبانیت گفت پس مردم از گرسنگی میمیرن. فرماندار جواب داد اگه دروازه ها باز بشن هزاران نفر دیگه هم میمیرن. هیچ کسی حرفی نزد. جلسه که تموم شد فرماندار مستقیم به اتاق دخترش رفت. تبش بالاتر رفته بود. چشماش نیمه باز بود. با صدای ضعیف گفت بابا. فرماندار سریع دستش رو گرفت. من اینجام دخترم. دختر لبخند خیلی کمرنگی زد. بعد آروم پرسید منم مثل بقیه میمیرم؟ این سوال بدتر از هر زخمی بود که فرماندار تا اون روز دیده بود. بعد از اون سوال فرماندار هیچ جوابی نداد. فقط دست دخترش رو محکم‌تر گرفت. اما صدای زنگ کلیسا دوباره بلند شد. 1 بار، 2 بار، 3 بار. فرماندار چشماش رو بست. دیگه لازم نبود کسی بهش بگه. میدونست باز هم چند نفر مردن. پزشک آروم وارد اتاق شد. نگاهی به دختر انداخت. بعد فرماندار رو کنار کشید. آروم گفت تبش داره بالاتر میره. فرماندار با نگرانی پرسید کاری نمیشه کرد؟ پزشک چند لحظه سکوت کرد. فقط میتونیم دعا کنیم. فرماندار با عصبانیت مشتش رو بی دیوار کوبید. من دعا نمیخوام. راه میخوام. پزشک چند لحظه سکوت کرد. بعد گفت اگه واقعا میخوای یه شانس داشته باشی باید شهر رو نجات بدی. فرماندار با تعجب نگاهش کرد چه ربطی به دخترم داره؟ هرچی تا اون کمتر پخش بشه شانس زنده موندن اونم بیشتره. همون لحظه صدای دویدن سربازها توی راهرو پیچید. یکی از نگهبانها با وحشت وارد شد. قربان، مردم به درمانگاه حمله کردن. چرا؟ چون همه دنبال دارو میگردن. فرماندار و پزشک با عجله خودشون رو به درمانگاه رسوندن. در چوبی شکسته بود. شیشه ها خرد شده بودن. قفسه ها روی زمین افتاده بودن. مردم هر بطری و هر گیاهی رو برمی داشتن. یه زن گریه میکرد بچم داره میمیره. یکی بگه کدوم دارو خوبه. اما هیچ کس جوابی نداشت. چون دارویی وجود نداشت. پزشک روی میز رفت و با تمام قدرت داد زد گوش کنید. هیچ دارویی برای طاعون وجود نداره. یهو همه ساکت شدن. چند ثانیه هیچ صدایی نمی اومد. بعد یه مرد با عصبانیت داد زد پس این همه روز به ما دروغ گفتین؟ یه نفر دیگه فریاد زد گفتین درمان داره. جمعیت کم کم عصبانی شد. نگاه ها این بار به سمت فرماندار برگشت. یکی از پیرزنها جلو اومد. اشک میریخت. شوهرم مرد، پسرم مرد، حالا نوام هم تب داره. تو فقط گفتی همه چی تحت کنترل. فرماندار نتونست به چشمای پیرزن نگاه کنه. سرش رو پایین انداخت. برای اولین بار بدون هیچ بهانه‌ای گفت حق با شماست. اشتباه کردم. همه ماتشون برد. هیچ کس انتظار نداشت فرماندار همچین حرفی بزنه. پزشک فرصت رو از دست نداد. بلند گفت اگه میخواین زنده بمونین باید حرفام رو گوش بدین. هر کسی تب داره از بقیه جدا بشه. هیچ کس به لاشه موشا دست نزنه. آب رو بجوشونین و تا میتونین اصلا فاصله بگیرین. بعضیا سر تکون دادن، بعضیا هنوز باور نمیکردن، اما حداقل برای اولین بار
کسی حقیقت رو ازشون پنهون نکرد. همون موقع صدای ناقوس دوباره بلند شد، اما این بار با صدای فریاد دیدبان قاطی شد. آتش. بازار آتش گرفته. همه به سمت در دویدن. شعله‌ها از چند مغازه بالا میرفت. باد آتش رو به خونه‌های کناری میرسوندن. مردم سطلای آب دستشون گرفته بودن، اما کسی نمیدونست اول آتش رو خاموش کنه یا بیمارا رو نجات بده. وسط اون دود و آتش پزشک یه چیز عجیب دید. موش‌ها داشتن از مغازه‌های در حال سوختن بیرون می‌دویدن. ده‌ها، شاید صدها موش. همه به سمت کوچه‌های سالم شهر فرار می‌کردن. رنگ از صورت پزشک پرید. زیر لب گفت نه، این بدترش میکنه. فرماندار پرسید چی شده؟ پزشک با وحشت به موش‌ها اشاره کرد. آتش. تا اون رو نکشته، فقط داره اونو به همه جای شهر پخش میکنه. فرماندار به شعله‌ها خیره شد. هر تصمیمی که میگرفت انگار اوضاع رو داشت بدتر میکرد. تو همون لحظه از داخل قصر صدای جیغ خدمتکارها بلند شد. یکی از سربازها با صورت رنگ پریده دوید. قربان، حال دخترتون خیلی بدتر شده. فرماندار حتی یک لحظه هم صبر نکرد و با تمام سرعت به سمت قصر دوید.